همه ماجرا از اینجا شروع میشه. حدوداً 1300 متر اومدیم داخل کوه، تقریباً 100 متر زیر کوه. ذخایر عظیم نمک. همیشه از مضرات نمک گفتیم، اما این بار از فوایدش بگیم. نمک سمنان در راستای صادرات غیر نفتی، اونم تو زمینه پزشکی، همگام با کشور ما تو خیلی از کشورهای دیگه سری تو سرا در آورده. شواهد و قرائن نشون داده نوع نمک سمنان، استان سمنان تقریبا از بهترین های دنیا هست. ما آخرین اون در حقیقت مجموعه نمکی که تونستیم احداث و تجهیز کنیم در کشور آلمان بود. این نمک به این صورت که این رنگ آبی وجود داره، این تنها نمکی که تو دنیا فقط تو ایران هست. امیدوارم این نمک آبی بیماری برونشیت و مشکل تنفسی منو بهبود ببخشه. من الان خیلی بهتر میتونم نفس بکشم. مشکل تنفسی داشتم، احساس میکنم ریه‌هام باز شده. کاری که نمک میتونه انجام بده اینه که با بالا بردن فشار اسموزی در مجاری هوایی، در آلوئول‌ها، میتونه اصطلاحاً آب به دنبال خودش بکشه و باعث فروکش کردن التهاب دستگاه تنفس. اتاقهای نمکی تهران و آلمان همگی ساخته دستی بشرند، اما در استان سمنان معدن نمکی گرمسار به عنوان اولین غار نمک درمانی جهان طبیعت رو به کمک درمان بیماری ها آورده. به عنوان تنها معدن نمکی که به عنوان یک مرکز گردشگر سلامت مورد بهره برداری قرار میگیره، در استان سمنان، شهرستان گرمسار بهره برداری بشه و میتونه محل رجوع گردشگران نه تنها داخلی برای درمان باشه، بلکه از منطقه میتونه گردشگران رو به خود بپذیره.